سهراب جان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمد جان علیکم وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سهراب جان همین شبی قدر به یگان ایمینای نماز همین خواندن یا فقط همین تهجد و خواندن در کل خلاص می مخصوص یگان نماز عمدگی می. مخصوص نماز قدر گفته گاب نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی شبهای قدر نماز خواند، یعنی نمازهای نافله، یعنی تهجد، همین نافله چیزی زیادتی، هم روزانش هم شبانش هم کلمه نافله رو میدارد. لیکن اگر همون نماز در شب باشد همون نماز تهجد گفته میشه، یعنی هر دوش یک چیز، یعنی در همین شبا تهجد خواندن در کار، در دیگر شب‌ها هم خواندن بهترین کار است، لیکن در این شب‌ها تاکیدش است. دو رکعت خواندن میگیرید، اقلا 10 رکعت خوانید. همین سوره لیلة القدر هم خوانیم ممکن. ممکن. جزاک الله خیرا. سلامت باشید، در پناه خدا باشید، دعا کنید. سلامت باشید. سلام سلامت علیکم. باشید. خب علیکم السلام.